گفتیم که ار هم 2 تا صدا میتونه داشته باشه، میتونه صدای غ بده، میتونه صدای خ بده. اکثرا صدای غ میده. حالا چطور تشخیص بدیم؟ ببین اگر تو دیکته رو میبینید ار اول کلمه باشه صدای غ میده، آخر کلمه هم صدای غ میده، مثل regarder، مثل rire، ببینید sourire، mourir. ار آخر صدای غ میده. فقط یه نکته، من اصلا گفتم regarder، اگر دیکته regarder رو نگاه کنید ار آخر بچه‌ها وقتی ار آخر بیاد ار کلا خونده نمیشه. یعنی یه قانون داریم تو روخونی، میگیم ار آخر صدای ا میده، ببینید میگیم regarder. اما توی موقع سوقیر و چیزای دیگه ار آخر صدای غ میده. پس اری که اول بیاد، اری که آخر بیاد صدای غ میده. اما اگر وسط کلمه بود بازم میتونه صدای غ بده، اما وسط کلمه صدای خ هم ممکنه بده. حالا ما میخوایم تشخیص بدیم اگر ار وسط کلمه بود با صدای غ خونده میشه یا با صدای خ. پس اول و آخر جمله اگر ار دیدید صدای خ نداریم، صدای خ فقط وسط، میگم جمله کلمه وسط کلمه هست. اوکی؟ پس اگر وسط کلمه بود ما اینجا تشخیص بدیم که ار صدای غ میده یا خ. خب یه قانون داریم براش. ببینید مثلا تخ ار وسطه اما دارم با صدای خ میخونمش، تخ. خب وقتی همچین چیزی هست بچه‌ها ار رو شما در نظر بگیرید، حرف قبلش رو نگاه بکنید. اگر حرف قبلش بی صدا بود، کنسون بود، مثل تخ قبل از ار ت اومده، یه کنسونه، در این صورت صدای خ میده. اما اگر وسط بود ار رو در نظر میگیرید، قبلش اگر وایل بود صدای غ میده، مثل regarder. خب ار اول که اول صدای غ میده، اون ار وسط گر صدای غ میده. چرا؟ چون وسط گفتیم میتونه صدای خ یا غ بده. قبلش رو نگاه کنیم وایله، حرف صدا داره، پس صدای غ میده، regarder. ار آخرش هم که چون او ار صدای ا میده کلا.